بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب نو است، یعنی می شود گفت نو به این معنا که به این شکل، به این اسلوب نو است. نامش گذاشتن الجامع لسیرة الامام ابن القیم الجوزیه لخلال 6 قرون. جامع به سیره امام ابن القیم، ترجمه حال امام ابن القیم در تاریخ از روزی که به دنیا آمدند تا ابتدای سال 1300 هجری، یعنی 6 قرن، در مدت 600 سال کسی آید ابن القیم اگر ترجمه حال نوشته باشد همیشه در یک کتاب جمع کردیم. یعنی سخن همون آدم ها را از کتاب هاش گرفته در یک کتاب جمع آوری کردن. پیشتر از این همین عمل را در شیخ الاسلام کرده بودند. الجامع لسیرة شیخ الاسلام تیمیه بود. او کتاب بسیار ضخم بود. از وفات شیخ الاسلام یا از روز تولدشان تا ابتدای سال 1300 هجری بود. برای چی سال 1300 هجری؟ برای اینکه از سال 1300 هجری به این طرف هر کسی که ترجمه حال نوشته است از اونها گرفته است، اقتباس گرفته است. بنابراین حاجت نیست که آدم های متأخر را از کتاب هاش نقل کنند، چون که هر چیزی که اینا نقل میکنن نو نیست. اما آنهایی که پیشتر تا سال 1300 گفتن در کتاب های آنها نویگری هست، شاید به طریق استادشان، شاید به طریق سماع، به هر راه ها از شیخ الاسلام، از گاه از دشمنهاشان، گاه از دوستانشان، گاه از شاگردانشان، گاه از بعضی تاریخ نگارهای معتدل، از همه جان جمع کردند. و این اسلوب یعنی در 2 نفر در تمام دنیا آیدی همین 2 نفر اجرا شد. یعنی این کار که کرد علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه کردند. و این یعنی لایحه نو بود. آثار شیخ الاسلام، آثار ابن القیم، آثار محمد امین شنقیطی، آثار عبدالرحمن معلمی 4 کتاب اضافه کردند. بسیار در این کتاب ها همه جهت خدمت کردند. یعنی کتاب محقق است، به درجه عالی تحقیق شده است و طبعه هاش هم در بهترین حالت ها به چاپ رسیده است، به طبع رسیده است. یعنی شما در یک جلد کتاب میتوانید پر درباره ابن القیم معلومات گیرید. و همین کار در حق امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و بخاری در حق دیگرها هم کردن ممکن است. هست حاضر مثلا درباره امام بخاری خطیب بغدادی در کتابش، یا فلانی در امام ذهبی در سیر، یا در دیگر کتابهاشون، حتی امام ذهبی آیید شیخ الاسلام در 9 کتابش ترجمه حال نوشته است که همون جامع همش را جمع کرد. هر کسی که آیید شیخ الاسلام رحمت الله علیه از سال 600 تا سال 1300 کسی نوشته باشد همش در یک کتاب جمع کردن. بعد همین خیلی یک اشاره کردن که می شود همین کار را در حق دیگر عالم ها هم کرد. یعنی این کار را حالا هیچ کس تا امروزه نکرده است، فقط در حق شیخ الاسلام تیمیه و در باره امام ابن القیم علامه بکر ابوزید تشکیل کرده، اما در باره دیگر عالم ها به این شکل نیست.